سلام دوستای عزیز، یک بار دیگر خوش آمدین. احمد شاه امینزی هستم با یک درس جدید که راجع به پروناون است. امروز یک درسی که اکثرت شاگردای ما در دو ضمایر که امروز ما میخوانیم، سابجکت پروناون و آبجکت پروناون، ضمایر فاعلی و مفعولی، مشکلات دارن و نمیتونن که فرق بین اونا را دری و در انگلیسی بفهمه که در کجا استفاده میشه. با دیدن ویدیو امروزی شما 100% این پروناون ها را یاد خواهد گرفتین و مشکلات شما حل خواهد شد. پس ویدیو را از اول تا آخر همراه ما تماشا بکنین تا بتونین که همون مشکلات که دارین او حل شود. پروناون چی است دوستا؟ پروناون یعنی ضمیر. اگر ما نوشته کنیم که پروناون چی است، من تعریف از این را در انگلیسی نوشته نمیکنم، شما میتونین که تعریف از این را دوباره پیدا کنیم. pronoun is a word which is used instead of noun. ضمیر کلمه است که به جای اسم استفاده میشه. پس این مجموع ضمیر شد که به جای اسم استفاده میشه. حالا ضمیر دو قسم به جای اسم استفاده میشه، هم میتونه به جای فاعل استفاده شود، هم ضمیر میتونه به جای مفعول استفاده شود که این گیج کننده است. این مغلق میشه برای بعضی شاگردا که چه قسم ضمیر به جای فاعل استفاده میشه، به جای مفعول هم استفاده میشه. ما میایم با ضمایر فاعلی خود که ضمایر فاعلی ما چی هست؟ ما نمیشه میگیم که subject pronoun و اینجا نمیشه میکنیم object pronoun. subject pronoun و object pronoun لیستی که شما اینجا میاید میبینید ضمایری هست که subject pronoun هست، ضمایر فاعلی است. اینا در جمله فاعل می باشه، اینا در جمله چی میکنه؟ یک عمل انجام میده. و لیستی که با شما اینجا میبینید اینا ضمایر مفعولی است. object pronoun ما قبلا گفتیم object کسی است که عمل سرش اجرا میشه. ضمایر مفعولی است، او ضمایر است که عمل سرش اجرا میشه یا گیرنده عمل است. اول ضمیری که ما نوشته میکنیم subject pronoun او است I یعنی من، you شما، we ما، they آنها، he او، she او، it هم او. پس I شما من، you شما، we ما، they آنها، he او استفاده میشه برای ذکور و she او استفاده میشه برای اناث و it هم او معنی استفاده میشه برای بیجان و حیوان یا حیوانات استفاده میشه او. پس اینا ضمایر چی ماست؟ ضمایر فاعلی ماست. اگر کسی بپرسه که ضمایر فاعلی چی است، شما بگین subject pronoun. subject pronoun چی است؟ subject pronoun is used at the beginning of the sentence and they are the doer of the action. در آغاز جمله استفاده میشه. همیشه اینا در شروع جمله استفاده میشه و اینا همیشه عمل انجام میده. ضمایر مفعولی هر کدام اینا از خود چی داره؟ مفعول داره که ما بعداً در مثال ها اینجا برای شما کار خواهد کردیم که I از خود مفعول داره، you, we, they اینا مفعول داره و استفاده از اینا هم فرق میکنه. اگر من نوشته کنم I، مفعول I که هست؟ می است. دوستا می چی معنی میده؟ می من معنی نمیده. می که هست؟ مثلا میگیم که با من یا مثلا من را یا مرا، صحیح است. یو پس خود یو است، مشکل نیست. یو یعنی شما را یا با شما معنایش. وی از میشه. وی چی میشه؟ از چی معنی؟ یو اس از یعنی ما را یا با ما. دی یا دم چی معنی؟ آنها را یا با آنها. هی هم یعنی او را یا با او. شی هر یعنی چه معنی میده؟ او را یا با او یا همراه او یکم وقت استفاده میشه. ات خود ات یعنی او را معنی میده یا با او. ای برای حیوانات و برای بیجان، هر برای اناث و هم برای ذکور استفاده میشه. این سابجکت پروناون شد و آبجکت پروناون. سابجکت پروناون در شروع جمله می عمل انجام میده. ال است که شما اینجا میبینید اینا آبجکت پروناون هستند.
اینا در آخر جمله استفاده میشه و عمل سرش اجرا میشه. یکی از اینا رو ما شما چی میکنیم؟ کار میکنیم. اگر شما معنای اینا رو در دری ببینین شما فهمیده میتونین که معناش فرق میکنه برای اینجا ماست این مارا یا به ما. اما ما ترجیح به این میدم که شما به معنای از اینا سعی نکنید. شما ببینید که آیا عمل اگر من است، کلمه من است، آیا کلمه من عمل انجام میده یا عمل سرش اجرا شده؟ بعدا شما فهمیده میتونید که چی هست. من دوستا اینجا جملات کار میگیریم. پس جمله اول اگر من اشاره کنم که دولت ما را حمایت میکند. دولت ما را حمایت میکنه. در این جمله اگر ما ببینیم فاعل کی است؟ کار کی انجام میده؟ دولت. کدام کار انجام میده؟ حمایت کردن. کی را حمایت میکنه؟ ما. در این جمله ما سابجکت هستیم یا ابجکت هستیم؟ در این جمله ما ابجکت هستیم. پس امی ما باید چی شود؟ از شود. وی باید نباشه. اگر ما اینجا وی بگیم بازی چی است؟ غلط است. وی نمیشه. دولت ما را حمایت میکنه در صورتی که ما اگر فاعل میشد باز وی. اگه میگیم ما دولت حمایت میکنیم باز چی میشد؟ وی. از اینکه حال ما مفعول هستیم باید چی بگیم؟ از باید بگیم. چه قسم جمله ترجمه میشه؟ The government support us. The government support us. نمیگیم که the government support we. اگر که ما آمده ما را، اما اینجا ما چی میکنیم؟ وی نمیگیم، از استفاده میکنیم. یک جمله دیگه اگر نمیشه کنیم که او همراه آنها بحث میکند. او همراه آنها بحث میکند. در این جمله میبینیم که فاعل کی است؟ در این جمله اوست یا آنهاست؟ اگر ما اینجا کلمه آنها را میبینیم دیگه کلمه آنها هم ده است هم دم است. از اینکه ما گفته بودیم که اگر فاعل بود آنها ده میشه، اگر آنها مفعول بود دم میشه. در این جمله فاعل کی است؟ در این جمله فاعل او است. یعنی او همراه آنها بحث میکنه. آنها کی است؟ مفعول است. پس این اگر ما ترجمه بکنیم چه قسم ترجمه میشه؟ میگیم که he subject verb چی است؟ talk. he talk از اینکه مفرد است اسم بده. he talks with همراه with آنها را چی میگه؟ them. he talks with them. او همراه آنها گپ میزنه. ما نمیگیم که he talks with they. به خاطر اینکه یکی اگر they داخل آمده نمیتونه. ما نمی یک گپ بود که they این لست که بود در چی میاد؟ در شروع جمله میاد. he talks with them. آنها اینجا شد؟ them شد. این جمله را اگر ما نوشته کنیم که آنها همراه او صحبت میکند. آنها همراه او صحبت میکنند. این جمله برای ما بیاید. باز این جمله چی میکنیم؟ باز دوباره این چک میکنیم که آنها همراه او صحبت میکنند. در این جمله فاعل کی است؟ در این جمله فاعل چی است؟ آنها. اینجا او چی است؟ مفعول است. صحبت کردن هم ورب است. آل فاعل ما کی شد؟ فاعل جمله ما آنها شد. آل ما از گفتن نمیتونیم. دم گفتن نمیتونیم. اینجا چی باید بگیم؟ they. به خاطر از اینکه عمل اجرا میکنه. میگیم که they صحبت کردن چی میگه؟ speak. They speak with همراه کی؟ with him. They speak with him. چرا ما اینجا هی نداختیم؟ او. در این جمله هم او بود. اینجا هم او است. اینجا او هی شد. اینجا او هم شد. دلیل چی است؟ اینجا به خاطر از اینکه او مفعول است هم شد. اینجا او فاعل است هی شد. They speak with him. اگه این جمله رو ببینیم آنها them شده. امی آنها پس دی شده. دلیل چی است؟ به خاطر از اینکه اگر اجرا کننده بود دی، اگر عمل بالاش اجرا شد دم. یک جمله اگه دیگه بگیم که او نوشتم این که ما آنها را دعوت میکنیم.
ما آنها را دعوت میکنیم. اگه این جمله را ما ترجمه کنیم که ما آنها را دعوت میکنیم، در این جمله فاعل پیدا کنیم که فاعل چی است؟ آیا ما فاعل است یا آنها فاعل است؟ دعوت اینجا کی میکنه؟ ما میکنیم. ما چی دیم؟ فاعل هستیم. پس این ما باید چی شود؟ وی شود. آنها را دعوت میکنه. آنها چی هستن؟ مفعول است. وقتی مفعول شد این باید چی شود؟ دم شود. بخاطر از که مفعول است. پس ترجمهش میکنیم we invite آنها را them. we invite them. ما آنها را دعوت میکنیم. در صورتی که شود که آنها ما را دعوت میکنند. آنها ما را دعوت میکنند. آل فاعل کی شد دوستا؟ آل فاعل کی است؟ آنها فاعل شد. آل آنها باید چه شود؟ دی شود. و ما باید چه شود؟ از. بخاطر اینکه ما چی شد؟ مفعول شدیم. آل دعوت کردن کی میکنه؟ آنها میکنه. این باید دی شود. پس اگه ترجمه کنیم میگیم که they invite us. They invite us. We invite them. They invite us. بسیار ساده است دوستا. فقط با جملات ببینین که آیا فاعل است یا مفعول است. من چند جمله براتون میگم، شما فقط 3 ثانیه براتون میتونم که این جملات شما ترجمه بکنید که به چه شکل شما ترجمه میکنید. خب جمله اولی است که ما او را دوست دارم. ما او را دوست دارم. ترجمه کنید. 1 2 3. I love her. I love her. هر در کجا میاد؟ در آخر میاد، چون ما او را دوست دارم. اگه بگیم که او منو دوست داره، موضوع فاعل میشه. She loves me. جمله دیگر را براتون میگم، شما اینو ترجمه کنید. کشورهای خارجی ما را حمایت نمیکنه. کشورهای خارجی ما را حمایت نمیکنه. ترجمه کنید. 1 2 3. کشورهای فاعل با کی است؟ کشورهای خارجی. Foreign countries زمان ساده است. چی معنی میشه که don't. Foreign countries don't support us. باید we باید نبه. بخاطر اینکه ما را اگه بگیم ما کشورهای خارجی را حمایت میکنیم، we support foreign countries. پس این بود دوستای عزیز پروناون ضمایر خواندیم که ضمیر چی است و در ضمایر 2 ضمیر خواندیم که subject pronoun و object pronoun است. خدا کنه که درس فهمیده باشین و این درس حتما شما تمرین بکنین که بهتر و درستتر درس را بفهمین. اگر کدام مشکلی بود در کامنت میتونین که برای ما کامنت بانین که ما راجع به اون مشکلات برای شما صحبت کنم. شما را به الله پاک میسپارم. خداحافظ.